سلام، من آرش بیاضیان هستم. من حمید حسین هستم. امروز با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. امروز در مورد چی صحبت کنیم آرش؟ می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که بعد از اینکه شما شرکت ثبت کردید و اقامت داخل امارات گرفتید چه کارهایی رو باید انجام بدید و اینکه همه پروسه ثبت شرکت در امارات پروسه های خوب و خوشایندی نیستش. ما یه سری دردسرها هم داریم همیشه و اینکه شما اگر بخواید شرکت اینجا ثبت بکنید حتما باید اینا رو بگذارید، دقیق بهش فکر کنید. یکی از پروسه‌هایی که بعد از اینکه شما شرکت ثبت می‌کنید اولین چیزی که داریم میخوام شرکت ثبت بکنید. خب ما باید حساب بانکی باز کنیم. که اولی که وجود داره که حساب بانکی باز کنید. حالا شما ممکنه که حضوری مراجعه بکنید. بانک هم اینجا مثل ایران هم نیست، زیاده. شما ممکنه حضوری به بانک‌های زیادی مراجعه بکنید و بگید من می‌خوام حساب باز بکنم. نکته که اینه که اینا حساب براتون باز نمی‌کنه. این نکته که خیلی از شرکت‌های ثبت شرکت در امارات هم در ایران بهش اشاره میکنن و بابت این حساب باز کردن بین 3 تا 10,000 درهم ممکنه که از شما دریافت کنن. این زیاد خوشایند نیست برای من. حتی مثلا یه سری بانک‌های خاص رو میان قیمت‌های نجومی هم می‌ذارن که میگن مثلا اگر اینجا ما واسه حساب باز بکنیم اینقدر. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که حتی اگه حساب هم باز بکنن اینا ممکنه بازدهی سالیانه یا ماهیانه داشته باشن تا تو بازدیدشون مدارک ارائه شده از طرف کسی که حساب رو باز بررسی میشه و اگر اون مدارک مطابق با اون قوانین بانکی نباشه ممکنه حساب شما رو به راحتی بلاکش کنن. این نکته رو باید در نظر بگیرید. اما حالا اینم بگم که یه سری بانک‌ها هستن که میشه حساب باز کرد که با مفصل در مورد میشه حساب توشون باز کرد و چجوری میشه باز کرد اینو کامل توضیح میدیم. ولی اصولا نباید هزینه پرداخت کنید بابت این مگر اینکه شما عددهای خیلی زیادی بخواید جابجا بکنید و داشته باشید. مثلا میام من 1 میلیون درهم دارم، 2 میلیون درهم دارم، الان میخوام کار انجام بدم، میخوام آخرام میخوام کار بکنم، خب بله با پول همه جای دنیا همه چی همه کار میشه و این جالب اینجاست که الان داخل امارات یه بازار سیاهی در مورد حساب بانکی تولید شده که این بازار سیاه شما حتی به بانک هم مراجعه میکنید ارجاعتون میدن به این بازار سیاه، میگن اگر شما ایرانی هستید در اونجا حساب باز برو اونجا و توی کامیونیتی مختلف هم هست. مثلا هندی‌ها میرن توی کامیونیتی هندی‌ها، ایرانی‌ها میرن توی یعنی همچین بازار سیاهی هم اینجا پیش اومده. خب همونجوری که آقای حسین نصر گفتش عموما شما برای حساب بانکی هیچ پولی نباید پرداخت بکنید و اینکه ما فرآیندش رو کامل در ویدیو ثبت حساب بانکی براتون توضیح کدوم رو بگم از دردسرهای بعدش؟ بعد از اینکه شما کار انجام دادی حساب بانکی باز کردی شما یه سری کار مالیاتی هم دارید که اینم دوباره باید کارش رو پیش ببری. حالا این کار با مالیاتی خودش در واقع پیش نیاز انجام دادن یه کار دیگه است که شما مثلا حساب بانکی شرکتی هم دوباره جلوتر باید باز بکنید. خب جدا از اون حساب شخصی که باز کردی میخوای حساب بانکی شرکتی کار بکنید که تو قالب شرکت تو شرکت با شرکت دیگه بتونی بیزینس بکنی. خب پس باید کارهای مالیاتی شرکتت مشخص بشه، باید کد مالیاتی تو گرفته باشی که معلوم باشه، چون جزء مدارکی که باید ارائه بکنی به بانک حساب بانکی شرکتی برات باز بکنه. حالا این حساب بانکی شرکتی که میخواد باز بکنه میگه حالا این یه حساب بانکی شخصی داشتی یا نه؟ میگه بله من حساب بانکی شخصی داشتم. میگه خب این حساب بانکی شخصی تو 6 ماه گذشته چقدر فعالیت داره؟ یه نکته که یادم رفت بگم اینه که اگر حساب بانکی شرکتی بخوای باز بکنی معمولا میگن که 6 ماه از ثبت شرکتت باید گذشته باشه و تو این 6 ماه میان آنالیز میکنن چقدر تو حسابت رفت آمد وجود داشته باشه، خرج کردی، چی خریدی، چی نخریدی، چه جور رفت آمدی وجود داشته و بعد از اون میتونن که در واقع برات حساب باز بکنن یا نکننش. این نکته خیلی مهمه. و اینکه کار کردن با حساب‌های شخصی اینجا کاملا ممنوعه و پول اگر درآمد باشه اون پول سیاه شناخته میشه و اینکه حتما باید پولی که میاد قابل ترک کردن باشه، من بدونم سورسش کجاست و به کجا میره و اینکه هیچ وقت داخل امارات با حساب شخصی کار نکنه. یه نکته دیگه ای هم که الان می‌خواستم بگم فوق‌العاده مهم هستش اینه که شرکت ثبت کردی، حساب شخصی هم باز کردی، بعضی حساب شخصی باز کردی، حساب بانکی شرکتی هم خواستی باز بکنی. حالا شما می‌خوای که خونه اجاره بکنی اینجا. حالا اگر بخوای ماهیانه بگیری یا از هتل استفاده بکنی اینجا هیچی ازت نمی‌خواد. معمولا میری حتی هیچی هم نه شما به اونا میگی نه اونا به شما میدن. کاملا ممنوعیت میری یه جایی و مدارکتون نشون میدی یه ماه بدید دو ماه بدید. وقتی بخوای سالیانه اجاره بکنی میگه خب حالا بیا ببینم اون گردش حساب بانکی چقدر بوده، اصلا پول داشتی، چقدر گردششه و گردش‌های معمولی و مانده حسابی که تو داری
اگر خیلی کم و معمولی باشه اینا حتی حاضر نیستن خونه بهت اجاره بدن. چرا؟ اگر کل پرداختی مربوط به خونه رو همون اولش پرداخت بکنی بهت میدن. اما اگه قرار باشه تو قالب چک پرداخت بکنی، 2 تا چک، 3 تا چک، 4 تا چک پرداخت بکنی، حساب بانکی شخصی رو چک میکنن، میبینن که چقدر گردش داشته، چقدر مانده داری الان در حال حاضر، با توجه به اون تصمیم میگیره اون شرکت یا اون شخص که خونه بهت اجاره بده یا نه. در مورد اگر بخوای در واقع بتونی جا برای بیزینست هم بخوای اجاره بکنی، در واقع اجاره ایجاری استفاده داشته باشی، هم همین منوال وجود داره که خب تو باید در واقع چک بدی، اونا بررسی میکنن میبینن چک هست یا نه، بعد بر اساس اون تصمیم میگیرن که این کار انجام بدن یا نه. درسته. ایجاری خیلی نکته مهمیه، یعنی اگر شما ایجاری نداشته باشید شرکتتون با مشکل پیش میره، ولی امارات یک اجازه‌ای داده برای شرکت‌هایی که تازه تأسیس هستن داخل امارات که برای 1 سال اول که میخوان شرکتشون رو ستاپ بکنن و کارشون رو شروع بکنن اجازه داده که ایجاری نداشته باشه و شما شرکت رو بدون ایجاری ثبت میکنید. البته اگر تواناییشو داشته باشید همون اول میتونید شرکت رو با ایجاری بگیرید، خب، یا اینکه شما بذارید 1 سال از شرکتتون بگذره، برای تمدید حتما ایجاری لازمه. این هم نکته بودش که در واقع هزینه بعد از ثبت شرکت دردسرش چیه؟ همینه. شما توی ایران روز اول بهتون میگن که خب آدرس ثبتی شرکتتون چیه؟ هر جا میخواید تغییر کنی تغییراتتون دیگه میبرید. تو دبی میگن آدرس فلان نمیخوام، فلان شرکت از اصلا میکنم، من ثبت شرکت میگیرن. بعد از اینکه شما خواستی 1 سال از شرکتت گذشت و خواستی دوباره شرکتت رو تمدید بکنی برای سال دوم، خب حالا اینجا میرسیم سر خط اول. اینجا باید هزینه شما پرداخت بکنی، یه هزینه‌ای تقریباً برابر یا یه مقداری کمتر با یه درصد مثلا کمتر از اون مبلغ اولیه که برای ثبت شرکت پرداخت کردی درست و پرداخت بکنی که شرکتت رو تمدید بکنی. وقتی تمدید می‌خوای بکنی میگن ایجاریت کن. شما یعنی باید یه جایی رو اجاره کرده باشی که اون رو به عنوان ایجاری باید ارائه کنی. حالا یه سری لول‌ها هم وجود داره برای اینکه این ایجاریه رو دور بزنی. مثلا خیلی هم شنیدن در موردش یه سری هزینه‌ها رو پرداخت می‌کنن که دور زده میشه، ولی خب دردسر خاص خودش هم داره و باید روش حساس باشید. از اون طرف شما برای اینکه بتونی ثبت شرکت رو ادامه دارش بکنی انجام بدین هزینه‌ها رو کامل باید پرداخت بشه. درست. حالا یه مورد دیگه ای هم هستش که ما باید حتما باهاش در موردش صحبت بکنیم. خب بحث خرج‌ها و هزینه‌هایی هستش که در کنار زندگی به شما تحمیل میشه اینجا. خب ما 2 نفر هستیم، هر دوتامون 2 تا جای مختلف زندگی می‌کنیم. آقای حسین نصر تو دبی خونه گرفته، من توی عجمان خونه گرفتم. و من یه چیزی حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با دبی فاصله دارم. هزینه خونه من خیلی هزینه خونه داخل دبی کمتره و اینکه خونم بسیار بزرگ و تمیزه. یه بار بعد کاملا بشینیم در مورد شرایط خونه گرفتن و اجاره خونه اون موضوعا باید صحبت کنیم. مثلا یه تایمی جدا داره که میتونیم کامل اطلاعات بدیم. ولی خب حالا ما میخوایم از 2 منظر نگاه بکنیم به این قضیه که هم آقای حسین نصر هم بنده توی گرفتن خونه با این چالش یه نکته‌ای که بگم، حالا این یه بار مفصل صحبت می‌کنیم در موردش، ولی یه جایی وجود داره به اسم دیوا در دبی که شما اگر بخوای خونه‌ای رو اجاره بکنی باید این بحث‌های هزینه‌های مربوط به برقش رو و هزینه‌های مربوط به آبش رو جدا از طریق دیوا پرداخت بکنی. خب که همین دیوا خلاصه یه عبارتیه در همین مورد هستش و آره یه همچین چیزی آره. بعد اینکه اینو باید جدا پرداخت بکنی و وقتی می‌خوای خونه اجاره بکنی یه پیش پرداخت هم باید بدی که اگه پرداخت نکردی از اون ازت کم می‌کنه و یه سری هزینه‌های دیگه. اینم جزء هزینه‌ای که بهتون گفته نمیشه و حتی شما باید اینا رو به مرور پرداختش بکنی. ممکنه بسته به شرایط شما و بسته به جایی که دارید می‌گیرید بین حدود 200 درهم تا شاید مثلا 1000 تا 2000 درهم هم برای هر شخصی ماهیانه هزینه داشته باشه که مربوط به هزینه آب برقش میشه. در کنار هزینه اینترنت که جزء هزینه‌های فوق‌العاده گرونه. بازم یه ویدیوی دیگه در مورد سیم کارت و هزینه اینترنت ثابت و هزینه اینترنت دیگه باید بذاریم که در موردش صحبت کنیم. اینم حتما در نظر داشته باشید جزء هزینه‌ای هستش که جلوتر داریم. اگر دفترم بگیرید که دوباره همین منوال هستش. شما به اسم دفتر در واقع شرکت که دفتر میگیری، هزینه آبش و هزینه برقش رو باید جدا از طریق دیوا پرداخت بکنی و جزء هزینه‌های ماهیانه هستش. تمام نیستش برسید. قبل از این که شما اصلا بخواید دیوا رو شما ثبت نام بکنید، شما وظیفه مستاجر هستش که
دیوا ثبت نام بکنه و اینکه برقش وصل بشه و آبش وصل بشه، اینه که یه سکیوریتی دیپوزیت هم داره که حدودا یه چیزی حدود 2000 درهم هزینه سکیوریتی دیپوزیت آب و برق و سوفلش که فاضلاب میشه هستش. حالا دیوا برای دبی هستش، توی اجمان ما فوا داریم، ولی خب شرایط توی هر دو تا شهر یکیه، یعنی هزینه ها تقریبا یکیه، هر جفت به صورت الکترونیکی هستش، کاملا دور کنترل میشه که حالا میگم کامل بعدا براتون توضیح میده و حتی اگر بشه ما یه سری از فرآیندها رو نشون میدیم بهتون که ببینید چجوری اصلا میتونید این کارو انجام بدید. ولی خب یه سری سکیوریتی دیپوزیت میگیرن که شما هر ماه پولتون رو پرداخت میکنید و اگه پول برقتون رو پرداخت نکنید از اون پول کسر میشه و بعدا جریمه‌های خیلی سنگینی بهش. چیز دیگه مونده که بخوام در مورد هزینه‌هایی که بعد از ثبت شرکت صحبت بکنیم؟ این هزینه‌های الحمدلله اساسا یه هزینه‌ای که من الان یادم اومد و ما خودمونم هنوزم درگیرش هستیم، هزینه لایسنس رانندگی. گواهینامه رانندگی داخل دبی کلا ماشین خیلی ارزونه که میتونید شما ماشین‌های خیلی خوبی و با قیمت‌های خیلی پایینی بخرید، ولی شما برای اینکه گواهینامه رو بگیرید هم یه هزینه خیلی سنگینی دارید، هم فرایند خیلی سختی رو دارید. یعنی تقریبا من دیروز که داشتم بررسی می‌کردم 12 امتحان داره تا شما بتونید گواهینامه رو بگیرید. البته خوبیش هم بگم وقتی بگیرید توی کل دنیا میتونید بدون گواهینامه دیگه رانندگی بکنید، فقط با همون گواهینامه. ولی خب فرایند خیلی سختی و هزینه خیلی بالایی داره و ما هم که چندی وقت هستش که توی امارات داریم زندگی می‌کنیم هنوز درگیرش هستیم. ان شاءالله که من تا 2 ماه دیگه تموم میشه این پروسه و اینکه گواهینامه‌مون رو عکس می‌کنیم که بتونیم ماشین بخریم. خیلی هم خوب. اینم یه ویدیو دیگه بود در مورد هزینه‌های بعد از ثبت شرکت توی امارات. با ما همراه باشین تو ویدیوهای بعدیمون حتما در مورد سایر هزینه‌ها و امکانات و شرایطی که تو دبی هستش با هم صحبت می‌کنیم. مرسی آرش، ممنون.